شاید این اولین ویدیویی باشه که من میخوام توی یوتیوب بذارم و حالا میخوام یه روشی رو تست بکنم. من اینطوری بود که چند سال قبل از کرونا میرفتم نمیدونم کجا بود، وابسته به سفارت فرانسه بود، حالا کلاسای زبان برگزار می‌کرد و این مربوط به چند سال قبل زمان کرونا است، قبل از اینکه کرونا شروع بشه در واقع. و کتابایی هم که تدریس می‌کرد موبیل. حالا من خیلی از اون فضا فاصله گرفتم، خیلی چیزا یادم رفته، شاید خیلی چیزا یادم مونده باشه. و البته هم موقعی هم که میرفتم یه پیش‌زمینه‌ای از زبان داشتم، حداقل زمان دانشجویی می‌خوندم. حالا می‌خوام یه روشی رو امتحان کنم، چون خیلی‌ها میگفتن اگه شما تمام تک تک کلماتی که توی این کتاب‌های موبیل اومده، حتی مثلا اینجا رو شما نگاه بکنین، تمام اینا رو شما بلد باشین، میتونین کم کم مدرک B2 رو بگیریم. حالا من میخوام اینو تست بکنم، تک تک چیزایی که گفته رو اینجا در بیارم، ببینم مثلا چیه، براش معادل پیدا بکنم، ببینم مثلا جواب میده این روش یا نه. تارگتی هم که گذاشتم، یعنی اگه بخوام کل کتاب موبیل وانو اتو رو توی 3 ماه امیدوارم، شاید مثلا خیلی دور از ذهن باشه، امیدوارم که بتونم تموم کنم و نتایج پیشرفتم هم سعی می‌کنم روزانه براتون بذارم که مثلا امروز از این چقدر پیشرفت، چند صفحه بود، من چقدر یادداشت کردم، حالا چه معادلایی داشت، از این کلمه یا ورب کجا میتونیم استفاده کنیم دیگه، چی میگن، حالا به قول معروف استفاده های مختلف رو توی جملات مختلف در بیارم. حالا بریم شروع کنیم. این اولین روزه و حالا من از پایان درسی که امروز خوندم میام دوباره ویدیو میسازم. تارگتی که براش گذاشتم 2 ساعته، یعنی امیدوارم بتونم 2 ساعت روی این فوکوس کنم، بشینم، چون خیلی هم از این فضا دور شدم، خیلی جدیدم پرش ذهن دارم، نمیتونم تمرکز کنم. شاید هم یه راهی باشه که من بتونم دوباره حالا این تمرکزم مجدد بیارم روی صفحه. مرسی. دوباره با ادامه ویدیو برمیگردم. خواستم بهتون بگم که من کل این سفر رو که خوندم خیلی ازم وقت گرفت، ولی خب به دیتیل سعی کردم همه چیو بررسی کنم که آقا اگه مثلا فعلی هست، ریشه این فعل چیه، ساده است، پرومیننته یا هر چیز دیگه. و البته از هوش مصنوعی هم کمک گرفتم که دیگه انقدر کمک گرفتم از هوش مصنوعی، مثلا چی شد دیگه، گفت شما باید اکانت پلاس رو داشته باشی. متاسفانه دیگه در این زمینه بیشتر از این به من کمک نکرد و منم گذاشتم کنار، بماند که این وسط پرش ذهنی هم خیلی داشتم. حالا بازم میگم که بعداً چه کاری انجام دادم و به چه روشی پیش رفت و برنامه 3 ماهی که براش ریختم چه جوری میشه.